که درسها را زندگی می کنند. معلم میرزازاده از آن دستمردان است که آفریده از سر ذوق او تبدیل شده به پژوهشسرای دانش آموزی در روستای دورافتاده، پژوهشسرایی که بسیاری از مدارس شهری فاقد آن هستند. گیاهان زیادی داریم. من خودم شاهی کاشتم. ما این گیاهان را در فضای گلخانه کاشتیم. 27 سال سابقه معلمی دارم و در این مدرسه برای 9 نفر دانش آموز، آن هم در 5 پایه تدریس می‌نمایم. اینجا دانش آموزان آنچه را که در کتاب‌ها خواندند و از اینجا و آنجا شنیدند می‌بینند و لمس می‌کنند. من این خیابون خودم درست کردم. این خونه رو هم خودم درست کردم آوردم اینجا. ما فقط تو اینجا به خوندن بسنده نمی‌کنیم. دهقان فداکار کتابشان در کلاس حاضر شده با همان قطار معروفش. وقتی ریزعلی خواجوی از مزرعه به خانه برمیگشت، برایم جالب بود. دانش آموزان کلاس اول روزنامه ها را به سان بزرگترهایشان می‌خواندند. امروز همزمان با بازگشت آخرین مسافر، همزمان با سفر رئیس جمهور به گیلان، چون 75% یادگیری دانش آموزان از طریق دیداری انجام می‌گیرد، این مسئله برایم انگیزه شد که درس‌ها را به صورت عملی و تکالیف را به صورت پژوهش محوری انجام دهم.